امروز میخوایم یاد بگیریم که چطوری توی خونه ناخنامون رو ترمیم کنیم. کافیه که برای ریموو لاک ژلمون و مواد قبلیمون از یه سرسوهان الماسه استوانه یا کاجی استفاده کنیم. من برای ریموو از سرسوهان استوانه استفاده میکنم تا به شخصه باش راحت ترم. شما میتونید از سرسوهان کاجی استفاده کنید. اینجا ناخن‌های من لمینته. یادتون باشه که موقع ترمیم باید با فشار دست خیلی کم تقریبا 90% مواد رو ریموو کنید و ضخامت ناخن‌ها به این حدی که دارید میبینید برسه. بعد از اون با استفاده از یه سوهان دستی اون فرم دلخواهی که میخوایم رو به ناخنامون میدیم. وقتی خودتون دارید برای خودتون ترمیم انجام میدین مسلماً کار روی اون دست غیر مسلطتون سخت تره. من یه ذره کار رو متفاوت انجام میدم. سوهانو ثابت نگه میدارم و دست راستم رو تکون میدم تا فرم دلخواهم رو بگیرم. توی این مرحله با استفاده از یه پوشر سعی میکنیم که کوتیکولای روی ناخنمون رو به عقب هل بدیم تا ناخن رو آماده کنیم برای مانیکور. بعد با یه سرسوهان ماسته‌ای اشکی که نوک باریکی داره پوستای مرده و کوتیکولا رو بلند میکنیم. یادتون باشه که اصلا نباید به صدف ناخن خودتون آسیب برسونید. بعد با استفاده از یه نیپر یا قیچی که البته من خودم به شخص نیپر رو ترجیح میدم، اون پوستایی که با استفاده از سرسوهان ماسته‌ای بلندش کردین و کات میکنید. اصلا نباید پوست رو بکشید، باید نیپر رو بذارید، پوست رو کات کنید و بردارید. کشیدن پوست اینجا ممنوعه. بعد از اینکه کار مانیکور رو تموم کردیم با استفاده از یه سرسوهان کاغذی چربی روی صدف ناخن و اون براقیتش رو میگیریم، اما به هیچ عنوان نباید فشار دستمون زیاد باشه که به صدف ناخنمون آسیب بزنه. وقتی که نقاط براق روی تمام ناخن‌ها رو گرفتیم و خیالمون راحت شد که خط و خش به اندازه کافی ایجاد کردیم و مواد از روی ناخن سر نمیخوره، نوبت اینه که از پرایمر استفاده کنیم. اگر مشکل هورمونی دارید یا پوستتون چربه از پرایمر اسیدی استفاده کنید، اما نه مثل لاک. ببینید که چطوری توی تصویر ازش استفاده میکنم. یه مقدار خیلی کمیشو به صورت نقطه‌ای روی صدف میذارم، خودش پخش میشه. نباید با پوست ارتباط داشته باشه چون دچار سوزش میکنه. یک نوع اسیده به هر حال. توی این مرحله یه دور خیلی نازک از رابر بیس رو روی تمام ناخن‌ها اجرا میکنم. دقیقا مثل وقتی که داریم لاک میزنیم این کار رو اجرا میکنیم. ضخامت خیلی کم میاد و روی ناخن رو میپوشونه. اضافاتی که دور گوشت ناخن رو میگیره رو پاک میکنیم. نباید اجازه بدید که مواد به پوست دستتون بچسبه. بعدش باید ناخنتون رو به مدت 60 ثانیه توی دستگاه قرار بدید. بهتره که انگشت 60 رو جدا انجام بدید و 4 انگشت بقیه رو هم به صورت جداگونه تا شستتون راحت تر خشک بشه. تو مرحله بعد میایم به این صورتی که میبینید یه حجم دوباره ای از مواد رو میذاریم روی ناخن و از روی مواد خیلی آروم سعی میکنیم مواد رو هل بدیم
تا تمام سطح کار رو بپوشونه. اینجا اگه قلم رو زیاد فشار بدین توی موادمون پستی بلندی ایجاد میشه، پس خیلی آروم باید این کار رو انجام بدیم، انگار که داریم مواد رو از روی همدیگه سر میدیم تا روی ناخون کامل صاف بشه و تمام سطح رو بپوشونه. بعدش ناخون رو برمیگردونیم رو به زمین، یه چند ثانیه نگه میداریم و توی دستگاه به مدت 60 ثانیه خشکش میکنیم. تو مرحله بعدی هم لاک مورد نظرمون رو میزنیم. لاک هم ببینید که باید به چه صورتی زده بشه. میاریم به سمت ریشه، تا 1 میلیمتری ریشه کار لاک زدن ادامه میدیم، اما به هیچ عنوان به ناخون به گوشتمون نمیچسبونیم، به خاطر اینکه اگر به گوشت بچسبونیم بعد یه مدتی باعث میشه که زیر لاک ژل و موادمون هوا بگیره. توی این مرحله هم ناخون رو باید 60 ثانیه داخل دستگاه قرار بدیم. بعد از اون هم میتونیم طرح دلخواهمون رو با استفاده از مداد، اگر نقاشیمون خوب نیست، اول با مداد روی ناخون منتقل میکنیم و رنگ گذاری میکنیم مطابق طرحی که داریم. بعد از اینکه کارمون تموم شد ناخون رو دوباره 30 الی 60 ثانیه توی دستگاه میذاریم تا لاک ژلا خشک بشن. جزئیات رو تا جایی که میخوایم اضافه میکنیم مرحله به مرحله و در نهایت تاپ کات میزنیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی دارید میتونید ازم بپرسید.